به مشتری و خاطر میرسه بازم هدیه دادن ایراد داره جایزه دادن. نیست. شما میگی به هر نحوی. این که من بهت بگم هدیه‌ای. بچه‌ها میگه تو چیکار داری به هر نحوی؟ شما اولش اصلا بهتون 40 متر بپر. ببین آنچه که به مشتری اضافه تر میدهید اگر رنگ و بویی غیر از استفاده بیشتر یا راحت‌تر از کالا یا خدمات شما باشد باج است. تمام. آموزشگاه دارم، اگر به بچه من که اسمش نوشته توی آموزشگاه یک کلاسور بدم با لوگو شرکتشون، میگم خدا پدرشون رو بیامرزه. ولی اگه بچه من بیاد خونه بگه بابا امروز اومدم توی آموزشگاه 2000 تومانی بهم دادم، کلاسوره گرونتر از اونها، ولی من اصلا از نظر عکس این باج تلقی میکنم. نه، دوباره میگم هیچ شرکتی الان در دنیا نداریم که بگیم اینا 10 سال پیش از طریق کادو دادن الان اینقدر بزرگ شدن. اشانتیون دادن اوکی، ولی باج دادن نه. اشانتیون هم دوباره میگم چیزیست که به استفاده بیشتر یا راحت‌تر از محصول یا خدمتتون کمک کنه. این عادیه، هر چقدر میتونید این کارو بکنید. چکر. خب از همه عزیزان و بزرگواران که تشریف آوردن مجددا تشکر میکنم. ایام خجسته هفته ربیع را هم خدمت همه عزیزان تبریک و تهنیت عرض میکنم مجددا.